90% تریدرها با توجه به این کندل شارپ نزولی که دارید میبینید اینجا استاپ لاسشون تاچ میشه. ولی یه نکته میخوام بهت بگم که با همین نکته تو میتونی اینجا کلی سود کسب کنی و حسابتو رشد بدی. هر موقع مشاهده کردی بعد از یک فشردگی که اینجا یا اصلاحی که مارکت بد میده با یک کندل شارپ اینجا برات شکست اتفاق میفته، دقیقاً اینجا. بدترین جایی که بخوای معامله بگیری این هست، با کلوز کندل اینجا بخوای وارد معامله سل شی، استاپ لاس تو بالای این ناحیه بذاری. حالا اگر اینجا بخواد مارکت ریزش کنه بعد از این کندل شارپ قرمز یک کندل ادامه دهنده کوچیک بد میده در اغلب اوقات که اونجا باید وارد سل بشی. اگر ولی دیدی برعکس این اتفاق افتاد، یعنی یک کندل شارپ ریزشی زد بعدش یک کندل صعودی قوی زد، به احتمال 70 یا 80% قرار سقف این کندل نزولی قوی برات تاچ بشه. حالا تو باید چه کاری انجام بدی؟ دقیقاً روی سقف این کندل نزولی یه دونه اینجا اوردر سل لیمیت بکاری، استاپ لاسش رو کجا بذاری؟ کندلی که بالای این کندل شارپ هست، یعنی این کندل با احتساب 80% اینجا SL رو قرار بدی، سل لیمیتت اینجا، و یک آرباری 1/2 رو بخوای شکار کنی. کلی از این نکات خفن که تو رو از ضررده بودن به سودده بودن تبدیل میکنه برای داخل پیج گذاشتم، حتما یه سر بزن.